سلام به همه همیاران گل. آقا عجب استارتی زدی تو این همیاری. ماشالله اینقدر تو همین چند ساعت کوبیدی تو فک و فوک ولایت که دیگه جا واسه ما نمونده. تصدق همتون بگردم. بابا موشکاف که بی شما موشکاف نیست که. موشکاف به عشق شماست که هر شب میاد اینجا و یه درسی پس میده. قربون همگی. آقا INTV میخوام من تو رو ببینم. حالا بیا. همیشه شبا که خونه میرسم شوکی مولای ناکسم زودی میگیرم ریموتو دستم INTV میخوام من تو رو ببینم تو رو ببینم. وقتی بابام میاد خونه عشقا برود میچرخونه تنه همه نرو میلرزونه INTV میخوام من تو رو ببینم. آنتنتو به چرخون مانم بگیریم مهارت من شکا بیا روی بوم کمک بابا آنتن باز بکنیم هوا اگه نباشه نداره سپا INTV میخوام من تو رو ببینم وای تو رو ببینم. یا سر کوچه یا تو اتوبوس فیلمای دنگوشه بلوتوث میشه برای بچه آشنا و دوست INTV میخوام من تو رو ببینم. عرض کنم حضورتون که سیدعلی یه نیم دوجین یابوی عمومدار داره که کارشون فکس زدن تو جمعه بازاره. اینا هر کدومشون یه تخصصی دارن. خرچنگ نظام گاز میگیره، صدیقی آب قوره میگیره، موعدی کرمانی روزه میخونه، این وسط یه سیب زمینی پشندی هم هست که اسمش امامی کاشانیه. کار این یکی زیرابی رفتنه. اما ببینید کار ولایت به کجا رسیده که این جنازه هم به وق افتاده. همین ژنو 2 که امروز تشکیله و متاسفانه ایران رو که دعوت کرده بودند بعد پس گرفتن دعوتش رو و به قول وزیر محترم امور خارجه کشورمون اظهار تأسف کردن از اینکه ولو اینکه خیلی هم طالب نبودن به گفته خود ایشان ولی دعوت کرده بودند و بالاخره وزارت خارجه شرکت میکرد و دنیا هم خودش متوجه به این معناست که ایران نقش مهمی در خاورمیانه داره. این واقعا تأسف دارد که یک سازمان با عظمت که میگه من پناه بشریتم با این کارها خودش رو توخالی و پوچ کرده و بلکه پناه آنان شده است که اونها اشرار روی زمین هستند. این یک گرفتاری است که ما الان داریم. عجب جلز و بلزی میکنه این حاجی دایناسور. تازه میگه وزیر خارجه به گفته خودشون خیلی طالب نبودن، یعنی ما طالب بودیم، کوسه اینا طالب نبودن. آره دیگه، شیخ فری هم رفته همون بغل مغلا تو داووس زیرا به عظما رو زده، گفته اصلا مسئله بشار نیست، یعنی جام زهر منطقه‌ای هم. بله آقا این جه خوردگی عظما تا ژنو هم رفته. جان تو پس فردا یهو از قطب شمال سر در میاره ها. در رابطه با مسئله هسته‌ای و مذاکره با 5+1 و اون مواضعی که وزارت خارجه ما داره، این مواضع یک مواضعی است محکم و اون چه امریکا داره میگه ما باید کجا برچیده شه، این به طور کلی برخلاف قرار داده. همین طوری که وزیر امور خارجه گفتن، بلکه قرار بر همین نیست که دولت جمهوری اسلامی داره میگه که تمام اون چه هست به جای خودش خواهد بود و هیچ از جای خودش تکان نمیخوره. اون چه هست اون 5 به بالاست که اون محدود میشه و اون که 20 در بخشیش اکسید میشه. این یک نقطه است که باید توجه کنه دنیای امریکا. چرا مزخرف میگی تو؟ 5 به بالا و اون که 20 یعنی چی؟ بابا آخه ماسمالی هم میخوای بکنی قبلش یکم تمرین کن. حالا که شرشر ریزش تو نظام راه افتاده
و بسیجی ها همه عزادار شدن، تو تازه داری واسه خرد کردنشون بحث 5 به بالا و 20 به پایین میکنی؟ جای این گیج زدن ها برو کمک کن دهن سیدعلی خماد از اینکه هست بیشتر باز بشه تا بقیه زهرا رو روونه کنن. هر جوری که فکر کنی زلیلم، خوردم به خنس خیلی علیلم، هی کوسه میریزه زهر ماری، میگیره از من یابو سواری، آرزومه آرزومه. دوستان شرمندم، نکنه تلفناتون پشت بنده مونده. آقا موشکاف تمام، موشکاف از الان به بعد سر تا پاش گوشه تا صدای شما رو بشنوه. ژنو 2 و زهرخوری عظما یه طرف، این گلریزان یه طرف. قربون همگی برم، خاک پای همه شما آقای موشکاف، زد زیاد.